بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره اعراف، مائده، انعام تفصیلا توحید بیان شد. تردید شرک فعلی، شرک اعتقادی شد. خصوصا در آخر سوره اعراف تردید شرک اعتقادی را و مردم دیگران را حاضر، ناظر، سمیع، بصیر تصور میکنن، اعتقاد میکنن. حالا شروع میکنن بخواندن. حالا شما را بکشن، نبی را نمیخوانید. چرا اعتقاد سمیع و بصیری نداری؟ شما اعتقاد نداری که پیغمبر حاضر و ناظر فریاد من میشنوه یا میتونه برای من کاری بکنه؟ بین خاطر شما نمیخوانید. لیکن اینها که انبیا را، اولیاء را، فرشتگان را میخوانند، اول صفات خدایی برای آنها معتقد میشن که اینها هر جا میشنوند هر کس را میدانند، مرادها را میدانند، حاجتها را میدانند، لحاظا فریاد رسی میکنن خودشان یا از خدا. تحت این اعتقاد شروع میکنن. اول آنها را سمیع به هر جا و هر وقت میدانن و اگر سمیع ندانن میتونن بگن بصیر. و اینها که دلاغ نیستن. این غیر الله را صفات خدایی میدهند و بعد میخوانند. قرآن گفت نه، اونا عباد امثالکم، اونا بنده های هستن مثل شما، هر جا نمیشنون، هر جا نمیبینن، هر وقت و هر زمان و هر مکان آنها سمیع و بصیر نیستن. مسئله توحید بیان شد، تردید شرک اعتقادی و عملی بیان شد. اصلا الله تعالی در سوره انفال میگه اگر هر که تسلیم نشد و دست از کفر و شرک نکشید گردن بزنید. حکم جهاد باید اینها را گردن زد. جهاد قوانین دارد، اصول دارد، مقررات دارد. الله تعالی اون اصول و مقررات جهاد را در این سوره مبارکه بیان میکند و در سوره توبه دستور جزا دارد. اصول و مقررات جهاد را خب وقتی شما رفتی در میدان جهاد، 5 قوانین قتال را الله تعالی برای رسول الله مومنین اینجا بیان میکند. بیان علل برای حکم اول. خب وقتی جهاد بکنی مال غنیمت به دست میاد. غنیمت در اختیار خدا و رسول الله. هر طرفی که خدا بخواهد و رسول الله تقسیم میشه، نه اونطوری که خواهشات شما. در میدان بدر که غنیمت به دست آمد، اولین میدان، اولین غنیمت هم جوانها گفتن طبق اصول باید این بر جوانها تقسیم بشه که مباشرت در جهاد کردن. ایرا گفتن ما پشت سر پشتیبان بودیم، هم داریم. الله تعالی بس سال کردن که غنیمت را کی بردار، کی را بدن. قبلا دیگه حکمی برای غنیمت نامده بود و مسئله برای صحابه روشن نبود. این خاطر الله تعالی میگه یسألونک عن الانفال، سوال میکنن شما را ای پیغمبر از انفال، مال غنیمت در میدان. قل الانفال لله والرسول، بگو ای پیغمبر انفال جمع نفل است یا نفل، چیز زائد را میگه. غنیمت گوی چیز زائدی خدا به مجاهد میده. بگو مال غنیمت به خدا اختصاص دارن، به رسول در اختیار خدا و رسول الله هستن. شما حق چرا ندارید؟ هر جا خدا بگه همونجا تقسیم میشه، هر جا رسول الله بگه. انفال به خدا اختصاص دارن، به رسول خدا اختصاص دارن. فاتقوا الله، بترسید از خدا، خود شما حاکمیت و ریاست نکنید. و اصلحوا ذات بینکم، اصلاح کنید اختلافاتی را که بین شما هستند. یعنی آن حالاتی که شما با یک دیگر دارد، ذات به معنی احوال بین خود را، احوال حالاتی که بین شما هستند، اون احوال خود را اصلاح کنید.
یعنی اختلاف نکنید. و اطیعوا الله، اطاعت کنید خدا را، و رسوله، رسول گرامیش را اگر واقعا شما مؤمنید. چرا؟ که مؤمن واقعی اینها هستند. انما المؤمنون الذین، جز نیست که مؤمنان کسانی هستند که وقتی یاد کرده می شود الله تنها وجلت قلوبهم، دل آنها به لرزه می آید، یعنی دل آنها می ترسند از اظهار عظمت خدا. وجلت قلوبهم، دل آنها می ترسند. و اذا تلیت علیهم آیاته، وقت تلاوت می شوند بر مؤمنین آیات ملکوتی خدا، زادتهم ایمانا، اضافه می کنند تلاوت آیات برای اینها ایمان را، و آنها فقط بر پروردگار اعتماد دارند. اینها مسلمان واقعی. خب صفات مومن: اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، و علی ربهم یتوکلون. دیگه صفات: الذین یقیمون الصلاة، مومن واقعی اون هست که اقامه نماز، صبح بری مسجد ها درشون بسته، اگر موقع قبر باشد چقدر شلوغه. مومنون هستند که یقیمون الصلاة، نماز را اقامه می کنند، یعنی نماز را با تمام حقوقش ادا می کنند. پیغمبر فرمود اگر کسی را شما می بینید که به کرات به مسجد رفت و آمد دارد، شهادت ایمانش. و مما رزقناهم ینفقون، و از آنچه که ما بینها رزق می دی اینها انفاق می. اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمن حقا، مؤمنون حق اینا هستند. لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم، برای اینها درجات عالی نزد رب هست و مغفرت از گناهها و رزق معزز. اینا سروران گرامی صفات مؤمن. امروز مردم میگن که ما نمیدانیم حرف کدوم مولا را قبول کنیم. خب بیاید خیرات به خدای آیات که حقیقت را به شما نشان میده. تلیت علیهم آیاتو، یعنی مومن سرکارش با آیات، اعتقادش در روشنی آیات، اعمالش در روشنی آیات، اخلاقش در روشنی آیات. او مطیع آیات الهی است. و اگر اون مطیع آیات الهی نباشد لذت میبرد از آیات. ها، مومن پایبند آیات الهی، مومن اعتمادش بر خدای، بر این آستان و بران آستان و بر این کب و بران کب و بر این پیر و بران پیر، او اعتماد ندارد. او اعتمادش فقط بر خدا، در بدر و آستان به آستان و عتبه به عتبه نیست مومن. خب مومن که این صفات را دارد درجات عالی نزد خدا دارد، مغفرت ذنوب میشه، برای اون مغفرت هم هست، رزق کریم هست. اینجا اللہ تعالی فرمود کل الحکم اول بود که انفال لله هست. چرا؟ پیغمبر را و شما را خدا به میدان بدر آورد یا شما خود آمدی؟ چون خدا شما را آورده به میدان بدر و این غنیمت را نصیب شما کرده، اختیاردار نیست. این کاف به معنای لام، لما، لام تعلیلیه و کاف تعلیلیه هست در قرآن. و مولوی صاحبان بیدار باشید، انفال به خدا اختصاص دارد و رسول. چرا؟ اگر خدا پیغمبر شما را به میدان آورد و شما صحابه را آوردی، هر که شما را در میدان آورده اختیار معلوم باید باشه. به خاطر اینکه اخرجک ربک من بیتک بالحق، شما را خارج کرد به طرف بدر رب کریم شما از خانه شما به حق، برای اظهار حق. خدا خواست که در بدر حق را ثابت کند و باطل را نابود کند. حالانکه در یک عده‌ای از مؤمنین ناپسند می‌دانستند خروج را. چرا؟
الله تعالی گو از دو طایفه یا قافله ابو سفیان را به شما میدم ای صحابه یا اهل مکه باشون روبرو. صحابه گفتن ما با قافله ابو سفیان روبروی اونا 40 نفر 50 60 70 نفر داغونشون میکنیم 300 نفری هر 2 نفر یکی را میگیریم کارش تمام میکنیم محموله تجاری از شام به مکه دارد میرود این همه شترها را با محمولات بار میاریم برای مدینه. وقتی که ابو سفیان کنار دریا را گرفت و در رفت ابو جهل آمد و میداد مجهز با تجهیزات نظامی و صحابه نداشتن تجهیزات نظامی. به این خاطر سروران گرامی الله سبحانه و تعالی می فرماید خدا شما را آورد شما که اصلا نمیخواستی بیایی. یک فریقی از مؤمنین البته ناپسند میدانست اینجا منافقی نبود این طبعا انسان از مرگ میترسه طبیعی عقلی نه درسته یا نه. حالانکه یک فریقی از مؤمنین البته ناپسند میدانست خروج را یجادلونک فی الحق به طور مشوره با شما خصومت میکردن درباره حق کلام ظاهر سخن ظاهر حق بعد از اینکه تبیین شده بود برای آنها حق واضح شده بود حق و حقیقت چنان قرائت داشتن طبعا نه عقلا که گویا برده می شوند به طرف مرگ. از نظر ظاهر صحابه هیچی نداشتن 8 تا شمشیر داشتن 2 تا سپر داشتن با یک لشکر جرار چطور جنگ. این خاطر خصومت آنها اینطور بود طبعا اینقدر ناپسند میدانستن که گویا اینها را به کساب خانه میبرن که انما یساقون الی الموت گویا اینها برده میشن به طرف مرگ و هم یندرون اینها دارن نگاه میکنن که گردن زده میشن اسباب موت را. خب علت اول که انفال به خدا و رسول اختصاص دارد که خدا شما را به میدان بدر آورد شما که ناپسند میداشت. علت دوم الله وعده کرد یک طایفه را به شما میده عیر را یا نفیر را. عیر قافله ابو سفیان نفیر لشکری که بود جهل آمد. یاد کنیم لازم که وعده کرد با شما خدا یکی از 2 طایفه قافله یا لشکر که اون طایفه برای شماست و شما دوست داشتی که غیر ذات شوکت که قافله هست برای شما باشد لیکن الله اراده کرده بود که ثابت کند حق را با کلمات تشریع و تکمینی و کت کند ریشه کافرین را. الله در فکر دیگر شما در فکر دیگر پس اون خدا کار کرد لہذا انفال هم باید برای خدا باشد و رسول باشد. شما در فکر دیگر و خدا در فکر دیگر پس حق خدا تا حق را با کلمات تشریع تکوینی که انبیاء را من نصرت میکنم مؤمنین را تشریعا گفته تکوینا امینه که خدا نصرت کرد وقت کند ریشه کافرون را و تا که ثابت کند حق را خدا و باطل را باطل معرفی کند ولو کره المجرمون اگرچه احقاق حق را و ابطال باطل را احمقان ناپسند دارند مجرمون که ابو جهل ها و غیره باشه. خب این علت سوم و انفال به خدا اختصاص دارد خدا احقاق حق کرد ابطال باطل کرد دابر کافرین را کن ریشه شونه زد ضربه قهری بر ریشه کفار آمد. و دیگه علت که انفال به خدا اختصاص دارد همه شما من فریاد زدی در بدر من جواب دادم. این مسئله که صحابه در مسئله دعا و در بعد از چی طلب امداد کردن و شما چرا از اولیاء یاد کنید اون لحظه را که اذ تستغیثون ربکم امداد طلب کردید شما از رب شما غوثه را فریاد میزنید لیکن پیغمبر و صحابه کی را فریاد دادن
رب را طلب فریاد رسی کردید از رب، فاستجاب لکم، رب شما را جواب داد که من ممدکم، شما را کمک میکنم به الف من الملائکه، با 1000 فرشته، در حالی که پشت سر هم میان فرشته به صورت صف. 1000 کافر آمده بود، 950 کافر آمده بود، الله تعالی گفت 1000 فرشته بود. 1000 فرشته در بدر آمده، 3000 و 5000 آنها مشروط کردن که پشت سر ما میان. الله تعالی گفت هر چقدر دیگه کافر بیاد من همین فرشته بود. جواب داد رب، گفت من شما را کمک میکنم با 1000 فرشته، در حالی که ردیف هم میان. و ما جعله الله، حالا حکمت نکرد امداد ملائکه را و انزال پر، و ضمیر جعله برمیگردد به انزال ملائکه و امداد ملائکه. نکرد الله تعالی امداد و انزال فرشتگان را الا بشرا، مگر یک بشارتی. بله یا محمد صحیح یا خیر، حرف ندا برای طلب. خلاصه عزیز من، اگر در حیات پیغمبر کسی می گفت یا محمد اخرج الینا، اکثرهم لا یعقلون، برانها فتوا صادر میشه، الان هم به طریق اولا صادر میشه. اگر کسی پیغمبر را حاضر ناظر غیبدان متصرف بداند و بگوید یا محمد، امداد بخواهد از او که شرک سری، هیچ فرقی نیست. ولهذا گاهی تو تفاسیر شما میبینید برای تعیین مخاطب میگن یا محمد. این تعیین مخاطبه، این ندای غیر الله نیست. مخاطب کیه؟ اون مفسر تعیین مخاطب میکنه. فهمیدی؟ اون ندایی نیست. اگر در تفسیر جلالین ذهن شما باشد و خواندید یا میخوانید ها، باقی زادت هم ایمان، اینه که ایمان زیادتی و کمی را میپذیرد. یک مسئله اختلافی امام ابو حنیفه میگوید که ایمان زیادتی و کمی را نمیپذیرد. ایمان یک تصدیق قلبی است و زیاد و کم نمیشه. لیکن اینجا زادت هم ایمانا، این چیه؟ این سروران گرامی زادت هم ایمانا، اصل ایمان که زیادتی و کمی را نمیپذیرد، لیکن برگ و شاخه که میپذیرد. وقتی این آیات خوانده میشوند ایمان اینها در کیفیت بالا میره. مثل ببینید امام ابو حنیفه میگه ببینید یک درخت تنه ای دارد، تنه او اضافه نمیشه لیکن شاخ و برگش اضافه میشه. آیات احکامی وقت تلاوت میشود لحاظا کیفیت این ایمان میره بالا. ایمان که همون تصدیق که اول کرده، لیکن آیات کیفیت او را بالا میبرن. مثل که درخت یکیه، وقتی خوب خدمت بهش میشه زیاد برگ میده، برگها را درخت نمیدن، اینا میریزن، زیاد و کم میشه. این زیادتی که در ایمان میآید حیثیت برگ درخت را برای درخت همون یکیه، لیکن وقتی او خدمت بشه، وقتی انسان در ایمان اعمال صالح انجام بده، کار بکنه، لحاظا کیفیت میره بالا. و اگر نکنه دیگه درخت کم کم برگایش میریزه یک تنه خشکی میمانه. تنه خشک را کسی درخت نمیگه، اگر درخت خشک. خب حکمت انزال ملائکه را الله تعالی بیان نکرد. الله تعالی انزال ملائکه را الا بشرا، مگر یک بشارتیه. و دیگه این که تطمئن نبی قلوبکم، دلهای شما آرام بگیره. فکر میکردید که ما تنهاییم، امکانات نداریم، ورنه نصرت حقیقی از نزد خداست. و من نصر الا من عند الله، نصرت نیست مگر از جانب خدا. خدا هست ناصر حقیقی. ان الله عزیز، الله عزیزه، بغیر ارسال ملائک میتواند فتح بدهد. حکیم، در انزال ملائک حکیم بود. خب علت چهارم، انفال به خدا اختصاص دارن. چرا؟
الله شما را در میدان بدر آرامش داد. الله تعالی وساوس شیطان را از شما دور کرد. صحابه آمدن در بدر، شاه بدر را که محل آب آنها تصرف کرد، میدان سفت و سخت را آنها برای خود مقر قرار دادند. هم انسان ها هم اسب ها در میدان سفت میتونن بدوند و بجنگند. صحابه آمدن تا همین ریگستان هست، ریگ و آب هم نیست. تعدادی از صحابه هم معذور شده بودن، جنوب شده بودن. حالا میدان جهاد آمده، مردک جنوبه. شیطان واسه که مرگ که در حال جنوبی مرگ که یک وسوسه میدان خواد. شیطان هم آمد گفت اگر شما حق می بودی کم از کم آب چاه بدر در اختیار شما می بود، که کم از کم خودتان هم آب می خوردید، شتران شما آب می خوردن، غسل و طهارت هم می کردید، آب می کشید و غسل می کردید. پس معلوم است ابو جهل ها حقا همه چیز مساعده برای الله تعالی برای رفع وساوس شیطان بارانی فرستاد در میدان بدر. ماه رمضان بارانی باری، زمین سفت و سخت لغزنده شد، آبی هم نگرفت. این ریگه ها گودالی هایی که اینجا بودن اینها پر از آب شد. بزنید تو آب باران خود را بشوید. ریگ هم وقتی که باران میباره سفت میشه. الله تعالی میگه زمینه را من مساعد کردم برای جنگ، لحظه اختیار غنیمت مالی کی باشه؟ مال منه. اذ یغشیکم الناس، یاد کنین لحظه که پوشانید. صحابه هم یک ذره اضطراب پیدا کردن. خوابی آمد برای صحابه، خواب آمد، اطمینان در دل آمد، خستگی و ناراحتی برطرف شد. پوشانید شما را یک خواب راحتی، اون امنی بود از جانب خدا، نازل کرد بر شما آسمان آب را تا که طاهر کند شما را با اون آب و دور کند از شما رجز شیطان، وسوسه های شیطان را، پلیدی شیطان را. بعضی هم میگن که رجز شیطان همین نطفه منی است، شیطانه. و بلوچیش شیطانی بودا. اینجا هم یک مسئله هست که منی پاک است یا پلید است. حنفی ها میگن نه منی پلیده و دلیل همین آره میگیرن. مای مهین او برادران شوافی میگه بابا منی پاک ہے، پارچرا نجس نہیں. مثل آب بینی، آب دهان، بلغم سینه، گلو هم بلغمیه، میاد گیر میکنه. ما هم کخ داریم، شما هم دلبد داریم، چکار کنه؟ گیر میکنه گلوی من. شما هم که اگر بلغمی بیا گیر کنه تا صبح مرد نمیزنی نشستی ساکت. رد شیطان میگن این همون منیه، رد گفته شد. یک دلیل ایمان حنفیات زمین آیه میگیرن و دیگه دلیل عقلی میگن بابا ادرار می آید وضو میگیری، ادرار نجسه. تو منی می آید شما میگید که غسل واجب میشه. و اگر چیز خوبی میشد غسل چرا واجب میشه؟ لیکن ادرار چون همیشه می آید، الله احسان کرده، گفته این پلیدی وقتی می آید شما وضو بگیرید، آدم آزار را بشویید، چهره، دستها، پاها، آدم آزاینه. چرا؟ غسل برای هر ادرار سخته، حرجه. علت را من دارم بیان میکنم در شریعت. او منی علی دوام نمی آید، گاهی می آید، اون هم پلیده
آنجا الله تعالی گفته اونجا غسل. الله دوام که نمیه. ولی یار بتمالا بطرف این مسائل فقهی و استنباطی و اجتهادی حرف نمیزن و شما را مسئله توحید را تفصیل میدید. ولی یربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. الله تعالی نازل کرد بر شما از آسمان آب تا شما را پاک کند و وسوسه شیطان را دور کند و دلهای شما را مضبوط کنه. شما دیگه نگید که ما آب نداریم. همه گودالی های بدر در قسمت شما پر از آب هست. رعد و برق شد، آب زیاد بود. همه گودالی ها پر از آب. میرن میخیزن میفتن اسبشان خودشان. شما توی ریگه ها ماشاءالله سفت و سخت کار میکنید تا که دلهای شما را مضبوط کنند. این حکمت خوابه. و قدمهای شما را مضبوط کنند. این حکمت باران. پاهای شما تو ریگ نره. این علت پنجم برای انفال به خدا اختصاص دارد. چرا؟ یوهی اذ یوهی ربک الی الملائکه. فرشته من فرستادم، فرشته ها جنگ کردن، فرشته مامور من، لحاظ انفال مال من. وحی کر رب تو به طرف فرشتگان که من با شما هستم و فرشتگان من با میت خاصم با شما هستم. شما همت بدهید مؤمنین را، فثبتوا الذین، تثبیت کنید مؤمنین را. و دیگه من القا میکنم در دل آنهای کفر کردن رو به شما را بزنید بالای گردن اینها. بیان فثبتوا، شما بزنید فرشتگان و مؤمنین بالای گردنهای کفار و بزنید از آنها روی هر اندام. بنان این بند دستها میگن مراد هر اندام اینها را ضرب کنید. سر و گردن اینها جلوی شما آمد بزنید، دست اینها آمد جلوی شما بزنید، پای اینها آمد جلوی شما بزنید، بنان اینها آمد به طرف شمشیر و نیزه شما بکشید و بزنید. مقصد اینه تا آخر قدرت پر اینها قدرت خود را تا آخر عمل کنید. ذالک، این ضرب فوق آناک و ضرب کل بنان به سبب اینه که اینها شاق الله و رسوله، نافرمانی کردند الله را و رسول را. و هر که نافرمانی و مخالفت خدا کند، اینا مخالفت خدا و رسول کردند. و هر کس مخالفت خدا و رسول بکند، ببینی قانون بیان کرد تو فإن الله شدید العقاب. هر که گفته با خدا گفته با کافرها یار نشید، حالانکه اینا که با کافرها یار شدند و هم کتار شدند، اینها را گردن بزن. فهمیدید یا نه؟ قانون خدا بیان میکنه. و خدا نگفته لا تتخذوا الیهود و النصارى. اگر به جهاد رفتی دیدی یک صاحب ماما و ریشی و با امریکایی راه جلو امریکایی دنبال شما داره میگرده، تحتی لگه بجنید به ایمان. فهمیدید یا نه؟ قانون خدا. و من یشاق، و علت کتاب، و من یشاقق الله و رسوله فإن الله شدید العقاب. الله شدید العقاب در دنیا و آخرت، در هر دو جهان سخت عذاب میده. ذالکم، این حکم، یا قلنا ذالکم، این حکم را، این سزا را، ذالکم مشار الیه و کاف حرفیه، کاف معنی نداره. این سزا را پس بچشیده کافرها، دنیا گردن زده بشید و داخل بید تو جهنم. ذالکم کاف حرفی معنی ندارد نزا شما، نه، این عذاب را، ضرب آناک را و ضرب هر بنان را بچشید و یقین هم کنید. بعد از واو علمو هست، یقین هم کنید که ان للکافرین عذاب النار، برای کافر عذاب جهنم است.
قانون اول برای جهاد. از اینجا قوانین بیان میشه. قانون اولینه که وقتی با کافرها روبرو شدید فرار نکنید، یا بمیرید یا آنها را بکشید. در میدان قتال فرار بزدلی میاد. چرا؟ اینها در میدان قتال وقتی آمریکا آمد، اینها منافقین از لشکر فرار می‌کردند. در میدان قتال فرار بزرگترین گناه، مگر به همان دو صورت قرآن استثناء می‌کند. یک کسانی شما ایمان آورده اید، قانون اول دفعات جنگ، دفعه اول در صف قتال استقامت کنید. یک کسانی که شما ایمان آورده اید وقتی ملاقات کردید کفار را زحفاً زانو به زانو شدید، رو به رو شدید. زحفاً در بلوچیشی معنی زام به زام، ها آنده همینطور بود، زانو به زانو شدید. تو فلا تولوهم الادبار، منصرف نکنید به طرف کفار شما پشت را، منصرف نکنید به اون کفار شما پشت را. و من یولهم یومئذ دبرهم، و هر کسی که منصرف کند برای کفار روز قتال پشت را، غیر از دو صورت، تو جزا است فقط با بغضب من الله و مأواه جهنم. این انسان رجوع کرد با غضب خاص از جانب خدا و جایگاه او جهنم، جایگاه او جهنم. و متوجه باشیم کسی که پشت خود را به کفار بدهد، و من یولهم دبرهم، کسی که پشت خود را به طرف کفار کند و فرار کند روز زحف و روز روی، و من یولهم یومئذ دبرهم، پشت خود را به کفار کند یعنی فرار کند، تو جزایش از فقط با بغضب من الله و مأواه جهنم. این رجوع کرده با یک غضب بزرگ از جانب خدا که جهنم روحانیه، با خشم خدا برگشته و جای او جهنم است و بدترین مسیر جهنمه. ها الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه، به دو صورت اجازه دارد مجاهد. موقعیت جنگ اینجا فراهم نیست، در محاصره یا پناهگاه خوبی ندارد. این متحرف قتال صورتهای زیادی دارد. این از اینجا میره به موقعیت جهاد، در فکر قتال فرار بکنه که من از این پناهگاه به اون پناهگاه میرم و کفار را ضربه میزنم. این متحرفا لقتال، به فکر قتال فرار میکنه که الان موقعیت ایجاب نمی کند، من قوای دافعه ندارم، لحاظا من میرم و خود را مجهز میکنم و میایم. ضد تانک ندارم، حالا میریم که برای خود ضد تانک فراهم کنیم و بینها مقابله کنیم. این متحرفا لقتال در فکر قتال میره، نه به این خاطر که من میبینم. قتال که اسباب دارد، در فکر قتال اگر رفت خب این نیست، فرار کرد این چیز نیست. یا در این میدان در صف کفار تنها مانده، مسلمان ها تجمعش اونجایه، خب از اینجا فرار میکنه که خود را به دسته مسلمان ها برسانه و برای جنگ آمادگی، یا پناه میگیره به دسته ای از مسلمان الافعت، تنها مانده در محاصره افتاده، حالا فرار میکند که خود را به مسلمان ها برسانه، هدفش اینه. غیر از این دو هدف دیگه فرار کردن گناه بزرگ. جنگ چریکی همینه، اینجا فرصت میزنه، دیگه مقاومت، دیگه قدرتی، دیگه چیزی نیست، به فکر مره دیگر میره. این جنگ چریکی متحیزا الى فئه یا متحرفا لقتال. نه به این خاطر که من میمیرم از جلوی مرگ فرار کنه بره به خانه، این دیگه این گناه بزرگ.
بره به فکر جهاد. متحرک یعنی متفکر لکتاب، به فکر جهاد، از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا، از اونجا به اونجا میره. بعدن که فراره لیکن برای فکر جهاد امکانات نداره. اینجا بیستیم همه نابود میشه. خب به فکر جهاد میرین جای دیگر، از آنجا تجهیزاتی آماده میکنیم و برای مقابله میریم. امروز اگر کسی قدرت دفاعیش در برابر دشمن ضعیفه یا هیچ نداره، خب میتونه که به نیت تجدید قوا فرار کنه. تجدید قوا این متحرک من لکتاب تسلیم هم نمیشه و فرار میکنه که خود را از دست اینها نجات بده و برای اینها آمادگی کنه. فلم تقتلوهم، این علت متفرع بر علل خمسه. خب قانون اول اینه که در میدان قتال شما فرار نکنید. خب از اینجا الله سبحانه و تعالی متفرع بر علل خمسه که انفال به خدا اختصاص دارد 5 دلیل ذکر کرد. اکنون الله تعالی با همون دلائل خمسه این متفرع میکنه. فلم تقتلوهم، در میدان بدر شما قتل نکردید این کفار و ابو جهل را، ولکن الله قتلهم، لیکن خدا آنها را قتل کرد. پیغمبر علیه السلام یک مشت خاک انداختن در چشم همه کافرها رفتن و نه انداختید شما، هنگامی که انداختید نزدید در چشم هر کافر، شما هنگامی که سنگها را پرت کردید، لیکن خدا بود که در چشم هر کافر این سنگ ریزها را برد و داخل کرد. همه کورند اینطور میکنند، صحابه و فرشته به جانش مفتن. این حکمت جنگ، این لیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا. شما نکشتید لیکن خدا کشت آنها را و شما را خدا نصرت کرد تا که بدهد خدا به مؤمنین و عطا کند. ینصر ولکن الله قتلهم، خدا قتل کرد آنها را لیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، تا عنایت کند. ابلا به معنی اعطا، لیوتیه، تا که خدا بدهد مؤمنین را از خودش بلاء حسنا، یک عطای زیبا که دشمنش هم کشته بشه، مال غنیمت هم برسه و لحاظا بعد برای اسیران دیگه یک مال بسیار هنگفتی مطالبه شد و اهل مکه آوردن و پرداخت کرد. اگر 70 اسیر بودن در فدیه این اسیران مال بسیار هنگفتی اهل مکه آورد و مدینه تقدیم کردند به اسلام و لحاظا و اسیران خود را آزاد کرد. لیکن الله تعالی زد به دل آنها تا که نصرت کند شما را و عنایت کند به مؤمنین، تا که نصرت کند مؤمنین و عاطفه معطوف علیش معطوفه، تا که نصرت کند مؤمنین را و عنایت کند به مؤمنین از طرف خودش یک عطای زیبا. چرا که الله تعالی سمیع علیم است که چه کسی برای خدا هست و چه کسی که برای خدا نیست. فریاد کنندگان را میشنود، حال آنها را میداند. ذالکم مشار الیه، این جزا را یا والمو یا ذوقو، بچشید این عذاب را ای کفار، یا بدانید شما این حکمت را. مشار الیه ذالکم دو چیزن، عاملش هم دو چیز میشن.
این مجازاتی که کفار رفت ولکن الله قتلهم ولکن الله حرما، الله قتل کرد، در چشم اینها سنگریزها را داخل کرد تا بچشید این را، یا تا بچشند کفار این مجازات را، یا این ذالکم مبتدا بشه. این عطای الهی یک بعضی از حکمتهای بالغه خدا هستند. ذالکم این عطا، بلا به معنی عطا، بعض الحکمتی. او یقین کنید که ان الله موهن کید الکافرین، الله تعالی سست کننده کید کافرین است. این محذوفات را باید اینجا ملاحظه کنید، آیات معنا میشه. این بلای حسن بعضی از حکمتهای الهی است و بعد از وعلمو مقدره. و یقین کنید که الله تعالی سست کننده کید کافرین است، مکر کافرها را و کید آنها را سست میکند. ان تستفتحوا، اگر شما طلب فیصله کردید ای مشرکین، تو فقط جاکم الفتح، فیصله خدا آمد. در میدان بعد ابو جهل این دعا را کرد یوم بعد: اللهم اینا کان افجر و اکتا فاهنه الیوم ای اهلکو. صفقت و تفاصیل. ابو جهل گفت خدایا از ما و از محمد هر کسی نعوذ بالله فاجر تره و کتره می کرده او را هلاک کن. اللہ تعالی کو من جواب داد، شما طلب فیصله کردی، طلب با هلاکت، من همون فیصله را کردم، هلاک کردم آنها را که فاجر بودن و آنها را که کتره می کردن. اگر طلب ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح و ان تنتهوا، اگر شما باز بیایید و فهو خیر لكم، برای شما بهتره. شما دیگه بیشتر شرک را ادامه ندهید، باز بیایید، برای شما بهتره. و اگر عود کردید به طرف جنگ مسلمانان یا برای کفر، باز ما هم عود میکنیم برای غالب کردن مسلمانان. و هرگز دفع نمی کند از سر شما ای کفار جماعت کثیر شما هیچ چیزی را. شما فکر میکنید که لشکر بزرگی دارید، لشکر بزرگ شما در برابر عذاب خدا هیچ چیزی را دفع نمی کند. ولو کثرت، اگر این لشکر شما بزرگ باشد. این هم معمول فعلش محذوفه. چرا؟ که یقین کنید و بدانید که ان الله مع المؤمنین، الله با مؤمنین است. قانون اول جهاد این بود که در میدان مقابله فرار نکنید. تحدیدم ذکر شد. این قانون دومه برای جهاد. قانون دوم اینه که مطیع امر خدا و رسول باشی در میدان قتال. اگر در میدان قتال اطاعت نباشد پیروزی نیست. ای کسانی که شما ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا و رسول را و اعراض نکنید از اطاعت خدا و رسول، در حالی که شما میشنوید فرمان خدا و رسول را. اور نباشید مؤمنین شما مثل آنهایی که با زبان گفتن سمعنا و آنها در دل نشنیدن، یعنی باور نکردن، اطاعت نکردن. بدترین جنبنده ها نزد خدا الصم و کره ها هستند از حق، گنگه ها هستند از حق. اون کر و گنگه هایی که لا یعقلون، عقل ندارند. یعنی انسانی که شنید و عمل نکرد این حیوانه. اگر حیوان هم میشنه و عمل نمیکنه، انسانی که شنید و عمل نکرد حیوان هم میشنه و عمل نمیکنه، نمیداند که عمل کنه، عقل نداره. الله تعالی میگه این کر کور هست لا یعقلون، عقل نداره، میشنه و عمل نمیکنه، خب کامیاب هم نمیشه. کفار سالها شنیدن عمل نکردن، انابت نکردن، باید الان برد تو کلیمه بعد. اگر میدانست الله در میان کافرها خیر یعنی انابت و طلب
تو میشنوانید آنها را، پس بلا طلب و انابت توفیق هدایت نمیدهد. ولا اسمعهم، اگر خدا به سمع آنها برساند، یعنی بلا طلب انابت، بلا طلب حق و بلا انابت توفیق هدایت الله تعالی میداد، تو لتولوا، باز هم اینها اعراض میکردن. ولا اسمع فرضیه، اگر به فرض هم الله تعالی آنها را میشنوانید، یعنی بدون طلب به حق، بدون انابت آنها را میشنوانید، باز هم اینها اعراض میکردن. و هم معرضون، عادت اینها شده اعراض. هر لحظه ای که خدا و رسول شما را خواندن برای جهاد حرکت کنید. این دومین قانون، هر لحظه ای که شما را خواندن، کسانی شما ایمان آورده جواب بدهید به خدا و رسول. اذا دعاکم، هر لحظه ای که شما را خواندن، هر لحظه ای که خدا و رسول شما را برای جهاد خواندن جواب بدید. شما را خواندن لما یحییکم، برای آن چیزی که شما را زندگی میدهد، و جهاد ہے. و جهاد زندگی میدهد و مولوی صاحبان، زندگی عزت را میدهد و زندگی جاودانی را میدهد. این قانون جهاد. هر لحظه لما یحییکم شما را خواندن برای جهاد جواب بدید. خب بدانید اگر از جواب شانه خالی کردید شاید مردود بارگاه بشوید، بدانید یقینا که اللہ تعالی حائل بین مرد و دلش. اللہ تعالی نگاه میکنه که این انسان چطوره، در آن انابت هست و اجابت یا نه. و یقینا بدانید که شما به طرف اون خدا حشر کرده میشوید. پس بترسید از اون فتنه هایی. اگر شما جهاد نمی کنید کفار غلبه میکنند، وقتی کفار غلبه کردن نیک و بد شما را داغون میکنند و میسند. نه عزتی برای شما میماند، نه برای نیک شما عزتی میماند، نه برای بد شما. خدا دشمن را مسلط نکند. از تسلط دشمن هیچ چیزی برای انسان باقی نیست. واتقوا فتنة، بترسید از نتیجه بد نافرمانی، بترسید از اون بلایی که اون بلا نمیرسد تنها به ظالمین شما خاصتا. اگر دشمن مسلط شد، دشمن همه را از تیغ میگذراند، بر هیچ کسی رحم نمی کند. پس امروز همه را بشید در برابر دشمن بجنگید. و یقینم کنید که الله شدید العقاب است. اگر شما عقب نشینی کردید از جهاد، شدید العقاب شما را عذاب میدهد. یاد کنید خدا را بشارت اون زمان که شما خیلی کم بودید، در بعد مستضعف بودید، در قوت در سرزمین مکه. خدا تعالی میگه ببینید شما در سرزمین مکه چقدر ضعیف و ناتوان بودید و فکر میکردید که امروز یا فردا اهل مکه همه ما را نابود میکنند. من خدا شما را چطور جا دادم، شما را به حبشه جا دادم، از حبشه به مدینه شما را جا دادم که نصرت رای من ندید. واقعا ما امروز باید از خدا تشکر کنیم که ما چقدر کم بودی و الله تعالی چطور ما را عزت داده. این عزت را از خدا بدانید. یاد کنید اون وقت که بودید شما کم در عدد و ضعیف در قوت در سرزمین مکه، احساس می کردید که می روباین شما را مردم، یتخطفکم الناس، خطف اخذ شی به سرعت را، یعنی شما را مردم چلاپن و دیگه مثل پرنده را شاین میگیره چطور میره، شما همینطور فکر می کردید که یتخطفکم الناس. شما خوف داشتید که مردم شما را می روباین. خدا شما را جا داد. نعمت اول در مدینه منوره خدا به شما جا داد و ایدکم شما را تایید کرد، یعنی سامان هم به شما داد با نصرت خداش. و دیگر رزق داد هم شما را از طیبات، یعنی مال غنیمت، بهترین مال طیب مال غنیمت، طیب ترین مال، حلال ترین مال غنیمت. بزرگان گفتن از زمین آیت
و رزق شما را از طیبات، از چیزهای پاکیزه، یعنی مال غنیمت. حکمت این احسانات: آواکم، ایدکم، رزقکم. چرا؟ لعلکم تشکرون، تا شما از نعمتهای الهی قدر شناسی کنید. این قانون چهارم: خیانت نکنید در میدان کتاب. یک کسانی شما ایمان آورده اید خیانت خدا را نکنید، یعنی خیانت رسول را نکنید و خیانت نکنید در امانات. پست و مقامی که به شما داده شده است در اون پست و مقام خیانت نکنید. خود فرماندهان صدام خیانت کردند، این موقع جنگ در رفت. خیانت نکنید با امانات خود و انتم تعلمون، حالانکه شما می دانید که خیانت چیز بدیه. وعلموا، یقین کنید که انما اموالکم و اولادکم فتنتون. تتمه این قانون هست. خاطر مال و اولاد توی جهاد خیانت کنید نکنید. نه مال شما را از جهاد مانع بشود و فرار و نه اولاد. همین که انسان را بزدل میکنه. نه هم محل بخلند و هم محل بزدلی هست. خب برای اینها دل نبندید، اینها آزمایش هست. وعلموا، یقین کنید که اموال شما اولاد شما یک آزمایش الهی هست و یقینا بدان الله نزد و اجر عظیم است. یہ تو میدان کتاب. قانون پنجم: برای حصول فرقان التزام تقوا کنید. ایک کسان شما ایمان آوردید اگر شما بترسید از خدا تو قرار میدهد برای شما فرقان، یعنی اون حالت را که فیصله بین حق و باطل میشه. فرقان خدا برای شما یعنی هدایتی و فیصله میارد قطعا که شما دیگه مغلوب نمیشه و دیگه معاف میکند از شما سیئات شما را و میبخشد برای شما. الله صاحب فضل عظیم است، علاوه مغفرت سیئات و تکفیر سیئات الله تعالی جنت هم میدهد. تکفیر سیئات میکند، مغفرت ذنوب میکند، الله ذو فضل عظیم است، جنت هم میده. فرقان به شما عنایت میکند، یعنی چنان قوتی و شوکتی خدا به شما میدهد که حق را از باطل فارغ میشه. این علت قانون ششم جهاد. شما جهاد کنید، کفار پیغمبر را اخراج کردند و تصمیم قتل پیغمبر را گرفت. شما جهاد نمی کنید که پیغمبر اخراج شده، شما جهاد نمی کنید که اینها تصمیم قتل پیغمبر شما را گرفتند و الان تصمیم قتل را دارند. باید قتال کنید. یاد کنید اون لحظه را که مکر کردن برای شما ای پیغمبر کفار در دار ندوه که شما را زندان کنن لیثبتوکا لیحبسوکا، یا که شما را قتل کنن یا شما را تبعید کنن. از برای سه کار این آمدن جمع شدن. یکی گفت قتل کنید، یکی گفت زندان کنید، یکی گفت تبعید کنید. شیطان هم به شیخ به صورت یکی از شیوخ عرب سرداران عرب آمد تو مسائل. چی مشوره ای؟ میخواد همین محمد صابی بیدین خیلی ما را تنگ کرده و ناراحت کرده که برای او یک فکری بردارد. چه فکری شما برداشتید؟ باطل گفته این زندان کنیم. اچھا شما نادانی. این یاران سرفروش او آرام میکنه وقت شما این زندان کنید، شما را داغون میکنند و میگذارند. خب چی دیگه چه مشوره دارید؟ میخوایم این تبعید کنیم، از شهر خود جلاوطنش کنیم، مجبورش کنیم که شهر ما را ول کنه بره. عجب نادانی. این شهر شما را ول کنه بره، اینهایی که از یاران او و از همکاران او همفکران او رفتن، این میره با آنها ملحق میشه و در برابر شما جبهه تشکیل میده.
یا یاران این از اینجا فرار میکنن با اون ملحق میشن و جبهه تشکیل میدن. چه کار کنیم؟ غیر از کشتن دیگه راهی نداره. اینه بکشیم. مثلا این فرزند عبدالمطلب هاشمی ها ما را دیگه نمیگذارن، در انتقام خون او بابا می جنگن. گفتون رو عربان بشوندشن از هر قبیله یک نفر و اونجا حمله هم به صورت یک نفر بود. خون محمد بر تمام قبایل عرب میره. بنی هاشم با کدوم قبیله می جنگه؟ با هر قبیله جنگ شما زیاد اونا کمن، جز تسلیمی دیگر راهی نداره. از هر قبیله یک نفر، اون هم همه به صورت یک دفعه حمله کنن و یک ضربه ای بزنن تا خون او بر تمام قبایل بشه. دیگه خواستن دیگه میدیم، اگر نبرد خواستن باشون نبرد میکنیم. با کدوم فامیلو نبرد میکنه؟ بنی هاشم. تصویبش کرد، خانه پیغمبر را محاصره کردن و خدا پیغمبر را مکر میکردن برای نابودی شما و خدا تدبیر میکرد برای نجات شما. یمکرون، اونها مکر میکردن برای ضرر شما و خدا تدبیر میکرد برای نجات شما. الله بهترین تدبیر کننده است که از آن شما صحیح و سالم به مدینه رسیدید. از تدبیری که خدا کرد. شکوه هست، گلایه از کفار. وقتی خوانده میشود بر سر این آیات ما میگویند ما شنیدیم، اگر بخواهیم میگیم مثل اینها، یعنی ما هم میتونیم مثل قرآن ارائه بدیم. این هذا نیست این قرآن الا اساطیر الاولین، مگر افسانه های قوم های اول. اللہ تعالی میگه ببین چقدر اینا خبیثن. میگه ما توانایی هم مثل قرآن داریم. قرآن گفت ارزه داری بیاری، باز گفت تا قیامت هم نمیتوانی. انس و جن شما اول و آخر شما هم نمیتوانید هم مثل من بیارید. این آیات تهدید اینا را داغون کردن و گذاشت. علت صحابه جهاد. ابو جهل دعا کرد که اگر هر کس محق بران ببارم. یاد کن اون لحظه من خدا دعای او را قبول کردم، او را داغون کردم، به جهنمش بردم. علت صحابه برای جهاد اونم این علت سادسه بود. این علت صحابه جهاد. 5 علت هم در ماقبل خواندیم. 5 علت و این 2 علت 7 علت جهاد و 5 قانون کتاب. یاد کنید اون وقتی که گفتند ابو جهل‌ها اللهم ان کان هذا بار الهی. ابو جهل چقدر موحده. در میدان بدر ابو جهل کی را صدا میزنه؟ ای بار الهی اگر این قرآن و محمد حقند از نزد تو، پس بباران بر ما سنگ از آسمان یا بیار برای ما عذاب الیم. و بی من میگفتی اگر اینا حقند تو فهدنا. چرا گفتی که فامطر علینا؟ فهدنا میگو بباران. الله تعالی فرشته فرستاد عذاب بده ما را. عذاب علیم به دست صحابه غرش کرده. بعد الله تعالی میگه من اینها را ریشه‌کن نکردم به خاطر اینکه وجود شما در میان اینها، شما رحمت للعالمین، من اینها را ریشه‌کن نکردم. 70 کشتم که درس بگید. وجود رسول الله رحمت للعالمین. پس آن وجودی که با رسول الله چسبیدن در شهر مدینه، در روضه اقدس، و آن وجود مادرانی که به وجود رسول الله وصل شدند، همه زیر رحمت الهی. هر کس یاران رسول الله را بد بگه او شان وطی پیغمبر را نمیشناسه. متوجه باشید. نیست خدا که عذاب بده اینها را خارق عادت در حالی که شما در میان اینها هستید. نیست خدا عذاب ده اینها در حالی که اینها استغفار میکنند. مشرکین خیلی غفرانک میکردن. معلوم میشه که طلب بخشش در دنیا هم تخفیف نیست. حالا مقتضیات عذاب.
و ما لهم الا يعذبهم الله. دو معنی عذاب بودن، یکی وجود شما، یکی کثرت استغفار اینها. یا مراد از هم یستغفرون اون مؤمنین مستضعفینی که در مکه بودن، به خاطر اون مؤمنین که طلب استغفار میکردن خدا از اینها تخفیف داد، عذاب ریشکن در مکه نآورد. و ما لهم اینا را از مکه و از حرم بیرون آورد، در میدان در برابر پیغمبر بازگردن شدند. و ما لهم الا یعذبهم الله. مقتضیات عذاب را بیان میکنه. چه شده اینها را؟ چرا به اینها عذاب نمیداد خدا در حالی که اینها جلوگیری میکند مسجد حرام و نیستند اینها اولیاء متولی مسجد حرام که مشرکند، نیستند اولیاء متولی مسجد حرام مگر متقون از شرک و کفر، اونهایی که لا یعبدون فی غیره ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر نمیدانند از نالایکی خود. و ما کان صلاتهم، نیست نماز اینها نماز میخواندن جلوی مسجد لیکن سوت هم میزدن، کف هم میزدن. الله تعالی میگه نیست صلاتی مشرکی، و مشرک نماز میخواندن لیکن کف هم میزدن، سوت هم میزدن. نبود دعای اینها، نیایش اینها نزد بیت الله مقام و تصدیه، مگر سوت میزدن و کف میزدن. حریف میکرده بود جهلا سوت و کف میزدن، این بچه سوت میزنن بعد دست. فذوقوا العذاب، پس بچشید عذاب را به سبب این که بودی شما کفر میکردید. به درستی کانهایی که کفر میکنن انفاق میکنن مالهای خود را تاکه مانع بشوند از راه خدا. ابو جهل با تجهیزات نظامی زیادی آمده بود، هر معرکه چند شتر میکشت و لشکر را پذیرایی با گوشت و کباب، بخور دنبو، بخور کوهان لیڑا و باش برای جهنم آمد. الله تعالی اینه بیان میکنه ان الذين كفروا اینا انفاق میکنن اموال خود را تا جلوگیری کنن از راه خدا، اینا انفاق میکنن اون اموال را، بعد میشود انفاق اموال بر سر آنها حسرتی، بعد مغلوب میشن، همه مال و متاع اینها رفت، حتی این انفاق هم حسرت شد، مغلوب شدن. آنهایی که کفر کردن به طرف جهنم حشر کردنشان در آخرت. چرا؟ تا که خدا ممتاز کند خبیث کافر و منافق را از طیب از مومن، و قرار بدهد خبیثا را باز آنها را بالای باز دیگر، فیرکمه اینها را روی هم انباشته کند جمیعا، همه را انباشته می کند الله تعالی سر به سر می کند فی جهنم. فقرار می دهد آنها را، این تراکم جمعیت آنها را فی جهنم، فیرکمه جمیعا، روی هم انباشته کند آنها را تمام، و قرار بدهد تمام آنها را در جهنم. اولئک هم الخاسرون، اینا خاسران درجه یک هستند. بگو برای این کفار مکه اگر دست از شرک بکشند دیگه بیشتر جنگ نکنند. فهمیدید؟ دعوت مجدده. بگو برای کفار مکه اگر دست از کفر و شرک بکشند بخشیده میشد برای آنها آن جنایت های و که قبلا کردن، تمام اون که پیغمبر تعقیب کردن، زیت و آزار کردن، خدا آنها را میبخشه. و اگر عود کنن به طرف کفر و باز گذشته سنت اولی، بعد از اولین سبق بگیرن، طریقه قومهای اول که در برابر پیغمبر آمده اند گذشته، اینها هم آمدن قبلا ابو جهل، پس سنت اولین گذشته. خلاصه دعوای صورت به طور اجمال قاتلهم حتی لا تکون فتنه. حالا مسئله توحید بیان شده، الان قتال کن با این کفار تا که دیگه فتنه یافت نشود، یعنی کفر و شرکی انجام نگیرد و دین و آیین همه مال خدا باشد، به خدا اختصاص داشته باشد، همه از خدا اطاعت کنند. و اگر اینها از کفر و شرک دست کشیدن تو الله تعالی بما یعملون بصیر هست. پس بر ظاهر اکتفا کنید به کلمه آنها را بپذیرید، چرا که الله تعالی به آنچین عمل میکنن بصیره. و اگر اعراض کردند از ایمان تو پس یقینا بدانید که الله مولای شما است، در مقابل آنها شما را نصرت میکند. بهترین مولا الله است و بهترین مددگار هم الله است. لذا پشتیبان قوی دارید و آنها بجنگید تا نابود بشن.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.